میخوام خدمتتون وسیله‌ای رو معرفی کنم که برای بهداشت دهان و دندان بسیار مفیده. واترپیک یا واتر فلاس به فارسی میشه گفت خلال دندان آبی یا نخ دندان آبی. با اسمهای تجاری مختلفی هم عرضه شده مثل واتر جت، واتر اسپلش و غیره. واترپیک در مدل‌های مختلف همراه مسواک برقی یا به صورت جداگانه عرضه میشه. برای بیماران ارتودنسی برای تمیز کردن اطراف وسایل ارتودنسی بسیار خوب هست. همچنین برای بزرگسالانی که مشکلات لثه دارند و لای دندانها بر اثر تحلیل لثه باز شده عالیه و همینطور برای تمیز کردن اطراف روکش‌ها هم سودمنده. واترپیک وسیله حجیمیه و مقداری تراوش آب به همراه داره، ولی لای دندانها و شیار لثه رو به خوبی تمیز میکنه. استفاده از اون هم راحته و هیچ ضرری برای دندانها و لثه نداره و در مجموع من برای ارتودنسی ثابت یا بیماری لثه توصیه میکنم.